چو آوری رو به بالندگی، شکوهت دهد آفرینندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در این برنامه با حضور فیلسوف و انسانشناس معاصر ملی، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، استاد محمد علی مظفری، موضوع را مطرح می‌کنیم که بیش از پیش به مسئله فرهنگ و تمدن آریایی بستگی دارد. ما و شما خوب در یاد داریم که در آخر ماه، در نیمه دوم ماه دکبر، دقیق‌تر 16 دکبر سال گذشته، پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردید و یک بخش مهمی پیام به مسئله فرهنگ و تمدن آریایی و در این زمینه پیشنهاد دو مرکزی مهمی برنامه‌ای و علمی و مدنی منظور گردید، مطرح گردید که یکی مرکز بین المللی نوروز در شهر دوشنبه و دیگری تأسیس کانون تمدن آریایی. با توجه به این مسئله های مهم، ما مشورت با استاد سر موضوع سرچشمه های فرهنگ و تمدن آریایی صحبت میکنیم. خوش آمدید استاد، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. و استاد که شما اگر خطا اشتباه نشود یک عمرم سر همین موضوع کار کردید، کتاب های زیاد هم نوشتید. یکی از مهمترین بخش های تحقیق شما هم همین تمدن فرهنگ و تمدن آریایی بود و یک کتاب مهمی هم با نام آنتروپولوژی آریایی نوشتید که 2 بار 3 بار هم نشر شد. به زبان روسی هم نشر شد، به زبان تاجیکی هم نشر شد. و از همین جا استاد شروع میکنیم که همون سرچشمه هایی که سر اون بحث میکنیم که بعداً سرچشمه های فرهنگ و تمدن جهانی هم شدن، هم منطقه و هم جهان شدن، کدام هایند، از کجا سرچشمه میگیرن؟ بفرمایید استاد. تشکر زیاد. اینجا پیش از همه یک چیز رو باید که همین کردن در کار که ما وقتی که درباره فرهنگ گپ میزنیم، درباره تاریخی هر یک مردم و ملت گپ میزنیم، سخن درباره همین گرداندن همین مفهوم های تمدن و فرهنگ مدنیت است. بعضی وقت ما مدنیت میگفتیم در برابر تمدن و مدنیت. بعد سالهای آخر ما بر همچین مرادف مفهوم فرهنگ استفاده میبریم. در اینجا یک چیز در خاطر داشت که همین وقتی که ما فرهنگ میگوییم بیشتر یک تابش معنوی معنویات به نظر میرسد. وقتی که ما تمدن میگوییم، تمدن اکنون نه تنها مسئله معرفتی یا که فرهنگی که مثلا ما در نظر داریم، بلکه فرهنگ مادی یا که تمدن مادی، یعنی یا که مدنیت مادی را هم در نظر داریم. برای همین در وقت استفاده بردن همین مفهوم ها ما باید که تابش معنوی اینها را باید که در نظر داشته باشیم. مفهوم های مشخص شوند. اساساً اگر که ما مثلا مدنیت گوییم، همین مدنیت در 2 تقسیم است. یعنی میگفتن که مدنیت مادی است و متریال کلتورا و دخوانی کلتور، مدنیت معنوی و مدنیت مادی. این هر دو مسئله در بر میگیرد. در حالت این خیلی استفاده بردن این مفهوم ها خیلی مفهوم تمدن از بین می رود، برای که هم مادیاتی که در مدنیت میگفتیم همه رو در شکل جمع میگیرد. همین لیکن هر تحقیقاتچی ها خیلی هست که این هم اینش استفاده میبرن و هم اینش استفاده میبرن، هم مفهوم تمدن استفاده میبرن در معنای مدنیت و هم مفهوم مدنیت. و سالهای اخیر بیشتر برای جمع‌بست کردن هر دو مضمون اینها همین مفهوم فرهنگ استفاده میبرن. فرهنگ یک مفهومی یا که مقوله اونیورسالی هست که هم روش تمدنی رو در بر میگیرد و هم خود زندگی و حیات معنوی و مادی را در بر میگیرد. برای همین از این جهت خیلی درست است. این یک مسئله دیگر، هیچ یک تمدن، هیچ یک فرهنگ بی سرچشمه ها نمی شود، وجود ندارد. یعنی مثلا به خاطر آورید که از همین ملت ها و قوم هایی که در تاریخ مدنیت اونها تا به امروز باقی ماندن، یگان تا اونها بی سرچشمه نیستند. مثلا اگر گیریم عمیق، اگر گیریم برای تماشابینان عزیز، من فرهنگ یونان باستان،
در اساس کتاب‌های مقدسی اورفیه، نامشان ارگنافتیکا و دیمیتریادا نام دارد. همون که تعلیمات فلسفی و تعلیمات طبیعت شناسی از همین سرچشمه میگیرد. مثلا در قبطیه اگر گوییم، در قبطیه اگر مثلا از دوره هرمز اگر وای کنیم، یک تا کتاب مقدس دارن، پایمندر. همین پایمندر گرچنده که در شکل نو قدر کتاب کلان هم باشد که تحکوسی همین سرچشمه همه چیزی معنویات بعدینه را در بر میگیرد. در تمدن یهودیه هم کتاب های مقدسی تورات انجیل است، در مسیحیه هم انجیل هست، در اون تورات خیلی بعد تلمود پیش از تورات، دینی ها پیش از تورات، پیش از دین مسیحی. اینها سرچشمه های اساسی هم دین و هم فرهنگ همین ملت با کدام ملتی که تعلق داشته باشد این ثابت میشد. در چین مثلا فرهنگش به دو شخص تعلق دارد، با کنفوسی بلاوتسی. کتابی هست که نامش داودزین، سرچشمه معنویات فرهنگ چین از همین داودزین سر می شود. اکنون فرهنگ آریایی که فرهنگ قدیمترین در جهان می باشد، قدیمترین با معنای اصلیش می باشد، بی سرچشمه شده نمی تواند. انا سرچشمه اساسی همین تمدن آریایی و فرهنگش کدام کتاب ها هستند؟ یعنی کتاب های اوستا و ویدها. دو سرچشمه دارد. بسیارتا متاسفانه وقتی که بحث مناظره میکنن یک سرچشمهش به این نوبت میگیرن، سرچشمه اوستایی را. ولی اوستایی به ویدایی گفتن ممکن نیست، برای اینکه اینش به اینش فهمیدن ممکن نیست. سرچشمه اوستایی و ویدایی اینها هم از نقطه نظری زبان، هم از نقطه نظری وقت، هم از نقطه نظری مضمون و مندرجه اینها به هم نزدیکند. برای همین یکی را با دیگری تصور کردن نشاید. اکنون وقتی که ما میگیم که فرهنگ آریایی یک چیز در نظر داریم. خب یکم که فرهنگ چونی که شما گفتید یک مفهوم بسیار وسیع است. در اینجا فقط یک نظریاتی چیزی معنوی نی، در اینجا مادیات هم وارد است. یعنی دستاوردهای معنوی و مادی هم وارد است. بله. مثلا دین از همونجا سرچشمه میگیرد، تصورات دینی از همونجا سرچشمه میگیرد، تصورات اخلاقی که در همون مردم هست از همونجا سرچشمه میگیرد، از فرهنگ سرچشمه میگیرد. تصورات زیبایی شناسی از همون سرچشمه میگیرد، تصورات معماری از همونجا آغاز میشد. انا که اینا در جنبه است تشکیل میکنن فرهنگ این و یا اون مردم رو. انا همین خیلی تقسیم بندی که ما حاضر گفتیم اینها تشکیل میکنن سرچشمه فرهنگ آریایی رو. همین سرچشمه ها از کجا ما مثلا میدونیم که همین سرچشمه ها در کجا هستند؟ از کجا همین مثلا زیبایی شناسی ما، معماری ما، اخلاق ما، دینی یعنی گذشته را در نظر داریم. مثلا دینی حاضره مثلا مردم مسلمان از قرآن آغاز می شود تا به دوره قرآن. اون سرچشمه اساسی همین اوستا حسابیده میشد. قبل تر از اوستا ودا هست. اکنون مسئله اون که کدامش پیش هست کدامش خفاتر ممکن یک 50-100 سال پیش و خفا باشند. لیکن وقتی که ما در مورد مثلا مسکن خود آریایی سخن میکنیم، اینجا اگر در یاد بیاره در یک ارزش های آریایی در تمدن جهانی پیشوای ملت در وقت جشن و یک فکر اندیشه ها بیان کرده بود که در همون گفتارش درباره از کجا آمدن، کدام مملکت ها را در بر میگیرند، کدام فرهنگ ها در اینجا وارد میشوند، در کجا سکونت اصلیشو با اتمام رسیده است، از کجا آمدن، همشون پره در همین نقطه های پیشوای ملت گفتگی. من یک اندیشه دارم که کتابی از اوریون تا سامانیان با در کتاب اوریون نامده پیشوای ملت در همین شکل یعنی وای یک چند اندیشه درباره جشن آریایی گفته بود. همین جنر ارزش همین خیلی نام دارد، ارزش های آریایی در تمدن جهانی. و به طریق مشخص همین خیلی گفته شده است که همه نقطه هایی که در دیگر کتاب ها
گفته شدگی است جمع آمده است در همونجا. اگر مثلا سخن درباره اون رود که از کجا پیدا شدند، کجا آمدند، در کجا نام گرفتن، همین خیل کدام ناحیه کدام مملکت رو گذاشتن به مانند آریانویج یا ایران، آریانا در کجا گذاشتن، در همون گفتگوهای اندیشه‌های پیشوای ملت بسیار خوب گفتگی. من فکر دارم که جستجو کردن دیگر ادبیاتی که مثلا ما جستجو می‌کنیم لازم نیست. برای چی؟ برای اون که ادبیات خیلی فراهم است، خیلی بسیار است. بحث فرهنگ تمدن آریایی یک بحث دامنه‌دار هست که این چند 100-300 سال پیش دوام دارد، حاضرم دوام دارد. معین کردن که از کجا آمدن همین قوم، در کجا خودشون آریایی نام موندن، در کجا مسکن گرفتن. این بحث مناظره ها خیلی طولانی و زیاد هستند. برای این حقیقت که اینا از کجا آمدن این را حاضر مشخص کردن خیلی مشکل است. برای همین در همین اندیشه‌هایی که پیشوای ملت گفتگی است، همین اندیشه‌ها گفته شدگی است. برگردیم استاد به سرچشمه ها، اگر به همون دو کتابی که به صفت سرچشمه های اساسی فرهنگ تمدن آریایی. انا که سرچشمه های اساسی فرهنگ آریایی چونه که گفتیم حساب می شود ویدها و اوستا، دو سرچشمه. من حاضر در اول گفتم که اینها رو به هم دیگر تصور کردن ممکن نیست. یا مثلا ویدها رو گیریم اگر یا که اوستا رو گیریم نمیشود. هر دوشو گرفتن در کار. اینها یک زبان در دو لهجه هستند. در دو لهجه. اکنون متاسفانه در تاریخ همین خیلی شده است که وقتی که اسکندر مقدونی هجوم میکند و تاراج میکند و در دوره هخامنشیان ها مودیان خواهرنشین ها که وی میکند، همین سرچشمه های اوستایی که در 21 نسک کتاب وجود داشتن از بین میروند. اکنون از بین گجا میروند، همه معلوم که اینها همش به یونان رفتند. اکنون اندیشه کنید که در دوره اسکندر مقدونی در اصل 4 آخری از 5-4 اینها همین کتاب اوستا گرفته شده، رو بردار کرده شده، فرستاده شده، دیگر باقی ماندهش آتش زده شده. انا اکنون سرچشمه ها به کجا رفتن؟ انا وقتی که مثلا گیروداد می نویسد درباره کیر می نویسد، درباره اوریون می نویسد، گیروداد از کجا می نویسد؟ گیروداد از سرچشمه های می نویسد که خودی در دوره اسکندر مقدونی اونها به دست یونانی ها رفتن، از همون ها رفتن. و بعداً خیلی که در نظر داشته در یاد داشته باشید این همین سرچشمه ها بازگشته با ما اومدن. ما با از یونانی از زبان خود، از زبان اوستایی به زبان یونانی ترجمه شدن، از زبان یونانی به عربی ترجمه شدن، از عربی با گشته. پیش از این در دوره گوند شاپور، در دوره ساسانیان، در دوره همکاری های متقابل ترجمه اینها در دوره گوند شاپور، در دوره ساسانیان شده بود. برای اینا شده بود که اساساً همه شاخه های علم های اساساً طب، فلسفه در دوره همین در همه اکادمی گوند شاپور شده بود که این خدمت اونها به نهایت کلان است. انا اکنون اینجا یک سوال به میان می‌آید که اگر که 21 تا کتاب که 5 تاش باقی مونده است، اگر در داخل این کتاب ها چی بوده است، چی حکمت بوده است، اگر که اینها همش دسترس می بود، ما از اینها چه برد میکردیم؟ که متاسفانه نیست. اینها در یک شکل مضمونی ناپوره در دین کرد، کدام سمت ها، کدام کتاب ها، کدام مسئله ها در دین کرد در بندهیش دوره کتابای دوره اخیری ساسانی و اینا ساسانی جمع آمدن که اینها فرگمنت ها که متن پوره اینها هم نیستن، اینا متن پوره هم نیستن. این از یک طرف. اکنون شاخه هایی که مثلا به طرف از طرف هند هستند، در علم دو مفهوم استفاده میبرند، هندو اروپایی و هندو ایرانی. یعنی مفهوم هندو ایرانی بسیار درست است. هندو اروپایی این مقصد از آن است که همین اوریان از طرف اروپا آمدن، به سرزمین تاجیکان از اونجا آمدن، به ایران از اونجا آمدن، همین مقصد است. وقتی که مفهوم هندو ایرانی میگوییم، مسکنشون در حقیقت همینجا هست. کشفیاتی که در مثلا تاجیکستان، در ایران، در هند کرده گذاشتن، همین دلیل اون است که همین مسکن اساسی مردم آریایی تبار در همینجا گذاشته است. من برای همین به سخنان
یک تاریخ شناس بزرگی، ادبیات شناس و معرخ و دانشمند و جامعه شناس مشهور است. نفیسی من بسیار باوری دارم. و چی میگوید؟ تحت لفظ چی میگوید؟ میگه که در لب دریای جیهون و نزد کلاه‌های کوه هندوکوش مملکت اساسی آریان در همونجا سکونت داشتند. ایران وطنی دومینی ماست. اینه پیش کپتان استاد معذرت، یک مقاله خوبم دارد همین استاد سعید نفیسی روانشاد، چه دانشمندی بزرگ بود، در تمام حوزه ها نوشته، هم در تاریخ هم در ادبیات، تاریخ ادبیات، نظریه ادبیات، کتابی برجسته ترینش همون درباره استاد رودکی نوشته. یک مقاله خوب دارد با نام سرزمین پاک نیاکانم. نامش هم خیلی است و همینجا در نظر دارد که این قلمرو و این گستوره تاریخی من است، وطنی من است. بله. همون گفته شما را در بله. اگر سخنی من استاد برای چی من اندیشه دارم که درست میگوید، برای آن که از دیگر جا اگر که آمده باشند، به هر حال فرهنگشون یک جای جمع بودنشون همچون مردمی آریایی تبار در همین سرزمین شده است. اگر در این سرزمین نمی بود تقسیم بندی آن که یک گروهی از اینجا از ساحل دریای جیهون به ایران نمی رفته، دیگرش به واسطه مزار شریف، به واسطه پنجاب، کشمیر به این نمی رفت. و گروه سیمش به اروپا کوچ بستند. اینها دیگرش به اروپا کوچ بستند تا به این تقسیم شوی نبود. این تا به تقسیم شوی بود. مثلا اندیشه هستند که اینها از آلتای آمدن، از اورال از آلتای آمدن، در خاک قزاقستان آمدن، بعد دیگرش که به آذربایجان رفتن. وقتی که یک مفهوم است ایرانویج که میگن آریانا وایجه که میگن اونها بعد ایرانویج خیلی متفکر، یک از متفکران میگه که همین نام اگر میبود بسیار نامی اساسی اصلی ماهیتی بود برای ویاها. همین که سخن میگه اگر به شرطی که اینها از اونجا می اومدن، اونها در اونها همچین سرچشمه اوستایی ویدایی در اون حرکت اونها وجود نداشت. یعنی یک جو مسکن گرفتن در کار بود که همین کتاب‌های مقدس پیدا شد. برای همین اوستا وطن اوستایی همین وطنی ما حساب میشه. انا اکنون جو من همین خیلی اندیشه دارم که دو زبانی که ما جدا میکنیم، زبان اوستایی و زبان سانسکریت، اینا اساساً یک زبانن. لیکن در وقتی اونها کوچ بستن رفتن به هندوستان، همین با توجه به فضا و شرایط طبیعت بود دیگرگون شده، عامل‌های طبیعی. لیکن اگر به شرطی که اینها یک زبان نمی بود، زبان یک مردم نمی بود، فرهنگ یک مردم نمی بود، اگر اینها می بودن، اگر اینها یک باره به سرزمین هند رفته سانسکریت پیدا کردن، غیر امکان بود. برای همین اینها سرچشمهشون یک زبان است. برای همین ما با پررگی گفته میتونیم که زبان سانسکریت که زبان مادر زبانی 52 تا زبان اروپایی حسابیده می شود، زبان تاجیکی است. این سخنهای خشک خالی نیستند. وقت اگر که می بود من مثال می آوردم. اقلا مثلا از شماره ها گید، از شماره ها فرمایید. این مثلا میگیم که یک، با زبان تاجیکی میگیم یک، با زبان سانسکریت یک، در زبان سانسکریتی میگن دوا، حالا که مثلا مردم روس میگن دوا، از ما دو. ما میگیم که سه، در اونجا میگن تری، در زبان روسی همه خیلی تری موندگی. چتور یعنی چهار، در اونجا چتور، در ما چهار. ما میگیم پنج، در زبان سانسکریت هم پنج. ما میگیم شش، در زبان سانسکریت هم شش. ما میگیم هفت، در زبان سانسکریت سبت. ما میگیم هشت نی اشت. برادران بدخشانی ما میگن اشت در سانسکریت اشت. ما میگیم هشت. ما میگیم نو دیویتی میگن. ما میگیم ده. این رقم های بنیادی است که یک ملت تاجیک اینا را آفریده است.
گرچنده که مثلا این ما مقایسه کردیم. اگه من برای چیز خنار گفتم برای اون که وقتی که مثلا ما از زبان سانسکریت میشنویم اینها رو ما گمان نکنیم که اینها چیزی بیگانه هستند. نه، بسیار کسا گمان میکنن که این ریگ وید و خیلی ویدها این تمدنی است که مثلا به ما هیچی وی ندارد. نه، در هند تا به رفتن آریون در اونجا قوم‌های دیگر زندگی می‌کردند که اینها نام اونها را همچون سیاه‌پوست دستیو نام گذاشتگی بودند. اینها از اینجا رفتن، همین زبان از اینجا بردن. حتی خوشبختانه مثلا همین از 21 کتاب 5 کتابی که در اوستا باقی مانده است، در اونجا 250 کتاب باقی مانده است. حاضر توجهی مردمان تحقیقاتچیان اروپا به همون سانسکریت از بار چیست؟ برای که این اوستا موادش گویا که به یونان برده شد. این موادی که مثلا ویدها که در شکل ریگویدا، متحیه، در شکل سماویدا، در شکل اجورویدا، در شکل اتحرویدا، در شکل ایورویدا، اینا شدن، اینها اساساً مال ما هستند. مال ما. برای همین اگر متن‌های باقی مانده اوستایی را ما اگر دریافت نکنیم، اگر همون مسئله گذاری که در کتاب‌های اوستایی هست در ویدها تکرار شدن. من برای مثال شما را مثلا یک چند وی میبیارم. در هندو ایرانی میگویند ایندرا، یعنی ایندرا به معنای اون میگویند که یک قوایی که قوای رعد و برق وی میکنند. خدای رعد و برق. اگه اینا را خدا گفتن نمیشود، برای که در آنها این خیلی وی نیست. نگی در وقت ترجمه کردن که از زبان روسی که میگیرن بجستوا میگن، این ترجمه نادرستن. این فرشته های موکلی رعد و برق. فرشته های مکول اگر گوییم با درست است. خداوند نه، فرشته ها. مثلا اگنی، آتش، بله. همین روح آتش مثلا. میترا در ما هست، مهر. میترا مهر، نور فروغ. خوب ورونا آسمان هست در اوستا هست. بله. تیشترا ابر باران هست. اناخیتا در این هست، در اونجا هست. سور و خورشید هست. اینها هم در ویدها هستند، در اوستا هستند. برای همین وقتی که شما میگید که سرچشمه ها شگید، سرچشمه های پره تمدن آریایی را همین دو کتاب تشکیل میکند. یکی به دیگری آموختنش کفایه نیست. کفایه نیست. برای همین وقتی که تحقیقاتچیان این وقتی همین استفاده میبرند مثلا درباره تمدن آریاییان سخن میرود، باید که ما به همین بسیار دقت داده نمون در کار. بسیار دقت. اگر که ما خواهیم که تمدن ما پیش از همه دین ها با وجود آمدگی بود، پیش از همه دین ها تمدن آریایی بود، تمدنی که همین سرچشمه های اوستایی ویدایی سرچشمه های اساسی بنیادی هم مادی و هم معنوی مردم آریایی تبار بودند. یعنی در مجموع فرهنگ ما. استاد یک صحبت خوبی کردیم، اگرچه وقت محدود است، لیکن در همین دایره 20 دقیقه یک صحبت خوبی هم کردیم، معلومات اطلاعات خوبی نافع هم رساندیم برای مردم. باور دارم که مطمئنم که تماشابینان ما سر این موضوع توجه میکنن. با سرچشمه هایی که شما گفتید سر اونا هم که با اوستا هم چندین بار نشر شده است، به خط کریلی هم بار برگردانده شده است، بر زبان روسی هم نشر شدگی است. اوستا اونا رو میخوانن، میآموزن و در همین زمان امروزه، در شرایط امروزه که برخوردهای تمدنی زیاد شدند و هر خیل حرکت‌های تحریفی تاریخی ما با وجود آمده است از جانب مثلا دشمنان ما، نسل نورس جوان ما با اصلی خودشون برمیگردند و اون سرچشمه‌ای که شما گفتید اصلی بنیادی فرهنگ تمدنی ما هستند و هویت ما هستند، اونا را می‌آموزن، یاد می‌گیرن و در پرتو او ارزش‌ها میتونن که یک جامعه سالمی به وجود بیارن که هم خودشون حفظ حمایت کنن، هم فرهنگ تمدن را حمایت کنن و هم در برابر دیگران مقاومت کرده توانند. تشکر زیاد استاد. بینندگان ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه. روزگار خوش و بردوام و ایام و کام.